ما کار آمدیم، ما روزه را چه میگیریم؟ به خاطر یک ماهی کاریتون اینا بگذار شما $1000 یافتید. یکی شما میدونید که میلیارد ثواب از دست داده، میلیارد ثواب با $1000 شما بگید تمام ثواب عوض کردید. میگه روزدار به دو چیز خرسند است. یکم کدام وقتی که اذا افطر فرح بفطری، پیامبر میگه یکم خرسندی روزدار همینه که وقتی ساعت روزشکایش میاد این دقیقه رو نگاه میکنیم، 3 ساعت خرسندیم، همین دستمون رو توقع دراز کردیم، خرسندی فرامون میگیره. یک خرسندی. دویم خرسندیش اذا لقی ربه فرح بصومه. دویم خرسندیش میگه که وقتی خدا جمالش نشانش میده، میگه همین جمال من نشان دادنم به خاطر روزت های. انا اونجا میگه با روزه داشتنش خرسند میشه که من در عوض روزه داشتنم جمال پروردگار میدیدم.